اجازه ندادن مدافعین ذوباهن. سروش رفیعی کوتاه کار میکنه برای ترابی، خود سروش ارسال روی تیر دورتر، ضربه سر کنعانی، پنالتی میگیره علی صفایی به نفع پرسپولیس. ببینیم در صحنه آسته ارسال سروش رفیعی، اونجا مجید علیاری بود که کامل بغل کرد، فکر کنم مهدی ترابی رو بغل کرده بود. ژست خاص خودش رو هم میگیره، با تمرکز میخواد برگرده. گولسیانی و محسن فروزان، معمولا سمت راست بزنه فروزان خوب میگیره سمت راستای خودشو، ضربه رو چیپ میزنه، خیلی هم خوشگل میزنه. گل اول برای پرسپولیس، گیورگی گولسیانی، این گرجستانی دوست داشتنی اینجا موفق میشه که دروازه ذوباهن رو باز کنه. حساب کار 1-0 به نفع